حیواناتی که شما از منقرض شدنش خوشحال هستین. پارت 7. آرتروپلورا. این 1000 پای غول‌پیکر باستانی بوده که قبل از دایناسورها حدود 300 میلیون سال پیش در دوران کربونیفر روی زمین زندگی می‌کرده و حدود 2.5 متر طول و 50 سانت عرض داشته. اگه می‌خواید متوجه بشید این موجود چقدر بزرگ و غول‌پیکر بوده، به این عکس نگاه کنید که چقدر بزرگتر از انسانه. آرتروپلورا تو جنگل‌های مرطوب و گرمسیری زندگی می‌کرده و برخلاف ظاهر ترسناکش گیاهخوار بوده و از گیاهان پوسیده تغذیه می‌کرده. باید بدونید که در دوران کربونیفر سطح اکسیژن کره زمین تا 35% رسیده بود که همین موضوع باعث بزرگ شدن موجوداتی مثل آرتروپلورا شد، ولی به مرور زمان تا به امروز سطح اکسیژن کره زمین به 21% کاهش پیدا کرد و باعث انقراض چنین موجوداتی شد. به نظر شما انقراضش خوب بوده یا بد؟